سلام به همه چیزبازای عزیز. دکتر چیزولوژیست هستم. متخصص توضیح چیزای عجیب و غریب دنیا. جوری که هم حال کنید و هم یه چیزی تهش یاد بگیرید. امروز برگشتم با یه ویدیو جدید و میخوام کلی چیز جالب بهتون یاد بدم. میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که شاید از قرون وسطا هم براتون مرموزتر باشه. ولی قبل از همه، اگه منظورم از قرون وسطا رو نمیفهمین، حتما یه سر به ویدیوی قبلی بزنید. موضوع امروز بدن انسان هست. چیزی که هر روز باهاش زندگی میکنیم، ولی شاید زیاد از کارهای عجیب و غریبش سر در نیاریم. پس محکم بشین که بریم سراغ بدن خودمون و ببینیم اون تو چه خبره. تا حالا پیش اومده حس کنی گوشیت لرزیده ولی هیچ پیامی نیومده؟ فکر کن توی خیابون داری راه میری و یه دفعه احساس میکنی گوشی موبایلت ویبره رفته. ولی وقتی چک میکنی میبینی هیچ زنگ یا پیامی نیست. به این پدیده میگن لرزش خیالی یا همان فانتوم وایبریشن. در واقع مغزت انقدر به استفاده از گوشی و واکنش به ویبره عادت کرده که بعضی وقتا حتی وقتی پیامی هم نیست باز برای خودش سیگنال الکی میفرسته و باعث میشه فکر کنی واقعاً گوشیت توی جیبت ویبره زده. این سیگنال های الکی میشه گفت که اشتباهات مغز در تشخیص نوتیفیکیشن هستن که با هر لرزش کوچیک، سابیدن لباس روی بدنت یا وزش باد، مغز فکر میکنه نوتیفیکیشن اومده و این اشتباه عصبی رخ میدهد. جالبه بدونی که این اتفاق خیلی رایج‌تر از چیزی هست که فکر میکنی و بیشتر از 90% مردم حداقل چند بار این تجربه رو داشتن. پس دفعه بعد که این اتفاق برات افتاد، یادت باشه که این فقط یه باگ کوچیک توی سیستم عصبی انسانه و هیچ نیازی به نگرانی نیست. یک پدیده دیگه که مطمئناً تجربهش کردید، خمیازه مصری هست. تا حالا شده یکی جلوت خمیازه بکشه، بعد تو هم ناخودآگاه دهنت باز بشه و همونو تکرار کنی؟ انگار بدنمون تصمیم گرفته که یه دفعه مسابقه خمیازه کشی راه بندازه. ولی سوال اینجاست، چرا همچین چیزی اتفاق میفته؟ مگه خمیازه گرفتن مصریه؟ دانشمندا میگن این پدیده به همدلی مغز یا همون ایمپاتی ربط داره. Mirror neurons و social synchronization دلایل دیگری هم برای اتفاق این پدیده هستند که باعث میشه مغز انسان خمیازه یک نفر دیگر رو تکرار کنه تا با آدمهای دیگه سینک باشه. در واقع وقتی مغز ما خمیازه یکی دیگر رو میبینه، ناخودآگاه فعال میشه و همونو تقلید میکنه، چون مغز فکر میکنه داره خودش اون حس خستگی یا خواب‌آلودگی رو تجربه میکنه. یه جورایی مغزمون میگه خسته ای؟ منم پس خستم. این رفتار حتی بین دوستا و اعضای خانواده بیشتر دیده میشه تا بین غریبه ها، چون سطح همدلی بینشون بالاتره. یعنی هرچی با کسی صمیمی‌تر باشی، احتمال اینکه خمیازش بهت سرایت کنه هم بیشتره. بعضی ها هم میگن خمیازه یه جور ابزار ارتباطی تکاملیه. یه راه برای هماهنگ کردن ریتم خواب و بیداری بین اعضای یک گروه. مثلا توی گذشته وقتی یه نفر تو قبیله خمیازه میکشیده، بقیه هم ناخودآگاه آماده استراحت میشدن. حالا نکته بامزه اینه که فقط دیدن خمیازه باعثش نمیشه. حتی شنیدن صدای خمیازه یا فکر کردن بهش هم میتونه همون واکنش رو فعال کنه. الان که داری این ویدیو رو میبینی، شرط میبندم داری سعی میکنی خمیازه نکشی. پس اگه یه روز وسط جلسه کاری یا کلاس یکی شروع کرد به خمیازه کشیدن و کل جمع رو با خودش برد تو مود خواب، بدون که مقصر اون نیست. مغز ماست که دوست داره هماهنگ باشه. این دو پدیده تا الان عجیب و جالب بودند. ولی تا حالا شده توی یه موقعیت خیلی ناراحت کننده یا پر استرس باشی و یهو بزنی زیر خنده شدید؟ اونم نه یه خنده معمولی. از اون خنده هایی که هر چی سعی میکنی جلوی خودتو بگیری، بدتر میشی. طوری که همه یه جوری نگاهت کنن انگار رد دادی. آره، برای منم اتفاق افتاده و خیلی خجالت آور بوده. مسلماً به خاطر بی‌احساسی یا نبوده درک نبوده. واقعیت اینه که مغزت داره یه کار خیلی پیچیده انجام میده. یه جور سیستم دفاعی عجیب.
ببین، وقتی توی یه موقعیت پر از استرس قرار میگیری، مثلا تصادف دیدی، معلم داره سرت داد میزنه، یا یه بحث ناراحت کننده پیش اومده، بدن تو به حالت خطر میره و باعث میشه که قلبت تندتر بزنه، نفسات کوتاه‌تر بشن و مغزت آدرنالین زیاد ترشح کنه. حالا مغز که استاد کنترل احساساته، گاهی برای محافظت ازت تصمیم میگیره یه واکنش برعکس نشون بده. به جای گریه یا ترس یا وحشت، میگه بذار بخندیم. شاید اوضاع کمتر ترسناک به نظر بیاد. یه جور سیستم خنک کننده احساسی مغز که کمک میکنه ذهن از شدت استرس نسوزه. روانشناسا به این پدیده میگن nervous laughter یا خنده عصبی. تحقیقات نشون داده که این نوع خنده باعث میشه بدن دوباره تعادل شیمیایی و عصبی خودش رو پیدا کنه. چون وقتی میخندی، هورمون‌هایی مثل اندورفین آزاد میشن که حس آرامش و امنیت ایجاد میکنن. در نتیجه، ذهن فکر میکنه شرایط تحت کنترله، حتی اگه واقعا نباشه. برای همینه که بعضی‌ها توی لحظه‌های ناراحت کننده هم یه شوخی‌های ریزی میندازن. نه چون بی‌احساسن، بلکه چون مغزشون داره سعی میکنه با درد به روش خودش کنار بیاد. پس دفعه بعد که وسط یه موقعیت عجیب و استرسی خندت گرفت، به خودت نگو من آدم بی‌احساسیم. به خودت بگو آهان، مغزم داره پنیک رو با استندآپ کمدی قاطی میکنه. از اینا که حالا بگذریم، به یه چیزی میرسیم که برای خود من هنوز خیلی عجیب و جالبه. اصلاً هیچ وقت فکر نمی کردم همچین چیزی جواب بده تا اینکه خودم راجبش خوندم. شنیدی که یه ضرب المثل خارجی هست که میگه mind over matter؟ به فارسی اگه بخوام ترجمهش کنم، یه جورایی میشه قدرت ذهن بر جسم. یه پدیده هست که بهش میگن پلاسبو افکت یا همون اثر دارونما. در دهه 1950 یه تحقیق معروف روی بیماران قلبی انجام شد. به یه گروه قرص واقعی دادن و به یه گروه دیگه قرص کاملاً بی اثر. با وجود اینکه گروه دوم هیچ دارویی دریافت نکرده بود، بیش از 30% حس بهتری گزارش کردن و حتی بعضی از علائمشون بهتر شد. چطور ممکنه؟ مغز وقتی باور کنه که دارویی دریافت کرده که میتونه حالتو بهتر کنه، خودش هم دست به کار میشه و سیستم عصبی و هورمون‌هاش فعال میشن. مثلا برای درد مغز شروع میکنه اندورفین‌ها، هورمون‌های ضد درد طبیعی بدن را آزاد کنه. نتیجه، بدن واقعاً درد کمتری حس میکنه، حتی بدون هیچ قرصی. این قدرت ذهن فقط برای درد نیست، بلکه میتونه روی اضطراب، افسردگی و حتی فشار خون هم اثر بذاره. نکته جالب دیگه، پلاسبو افکت معمولاً وقتی قوی تره که درمان قابل باور باشه. مثلا قرص‌هایی که ظاهرشون شبیه داروی واقعیه یا تزریق‌هایی که ظاهراً اثر بیشتری دارن، اثر ذهنی بیشتری ایجاد میکنن. در واقع مغز یه جورایی میگه آها، دارو گرفتی؟ خب باشه، بریم حالتو بهتر کنیم. پس دفعه بعد که یه مکمل ویتامینی خوردی و حس کردی انرژی گرفتی، شاید واقعاً قرصش اونقدر جادویی نبوده، ولی قدرت ذهنتو باعث شده بدنت واقعی واکنش نشون بده. بر قدرت مغز نمیشه منکر شد. فهمیدیم که میتونه حالت رو حتی بهتر کنه، فقط با یک باور. ولی اگه بهت بگم برعکسش هم میتونه اتفاق بیفته چی؟ یه پدیده دیگه هست که خیلی از آدم‌ها به خاطرش حتی مجبور شدن تراپی برن و سالها با مشکلات تروما درگیر باشن. ولی نه ترامای واقعی. بله، درست شنیدی. به این پدیده میگن false memories یا همون خاطرات کاذب. false memories وقتی اتفاق میفته که مغزت سعی میکنه اطلاعاتی که تجربه کردی یا شنیدی رو مرتب کنه. ولی بعضی وقتا چند تا قطعه اطلاعات رو به اشتباه کنار هم میچینه و یه خاطره‌ای میسازه که اصلاً واقعی نبوده. مثلا فرض کن در دوران کودکیت یه اتفاق عجیبی برات افتاده بوده که شاید خیلی خوشایند نبوده باشه. ولی خیلی هم بد نبوده. ولی سالها بعد که بزرگتر میشی، مغزت ممکنه جزئیاتی اضافه کنه یا جاهایی رو اشتباه پر کنه که باعث بشه این خاطره بد برات تبدیل به ترامای دوران کودکی بشه. چرا؟
چون فکر کردن به همین خاطراتی که هیچ وقت اصلاً اتفاق نیفتاده بودند، میتونه باعث مشکلات روانی و حتی دپرشن بشه و زندگیت رو ناخواسته سیاه کنه. تحقیقات نشون دادن که خاطرات ما مثل یه پرونده دیجیتالی نیستن که دقیقاً همه چیزو ذخیره کنه، بلکه بیشتر شبیه یه پازله که مغز موقع یادآوری دوباره میسازه. و بعضی وقتها مغز تنبل میشه و برای پر کردن جاهای خالی چیزایی رو که منطقی به نظر میرسه خودش اضافه میکنه. پس دفعه بعد که حس کردی یه اتفاق خیلی بد از کودکیت داره یادت میاد و ممکنه روی تو تأثیر منفی بذاره ولی ازش مطمئن نیستی، کمی شک کن. شاید مغزت دوباره داشته قصه گویی خلاقانه میکرده و یه خاطره کاذب ساخته باشه. خب چیزبازای عزیز، رسیدیم به پایان یه سفر علمی دیگه و کلی چیز باحال راجع به مغز و بدن خودمون یاد گرفتیم. دیدیم که مغز چقدر میتونه ما رو گول بزنه. از لرزش خیالی گوشی گرفته تا خمیازه‌های مصری، خنده عصبی، قدرت باور در پلاسبو افکت و حتی خاطراتی که شاید هیچ وقت اتفاق نیفتاده باشن. پس دفعه بعد که گوشیت لرزید و پیامی نبود، یا وسط یه موقعیت استرس آور یهو خندیدی، یادت باشه اینا همه نشونه‌های قدرت و خلاقیت مغز ما هستن. پس اگه حال کردین، دمتون گرم که لایک کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنید که از قسمت‌های بعدی عقب نمونین. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.